درود تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم شنبه یکم مای تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه امضای پروتکل عبارت از 4 بند در مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در بادکند. تمام تکنیکای حربی از مرز بیرون کشیده شود. تفاوق نو پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان. در قرقیزستان یکم و دوم مای روزهای ماتم ملی اعلان شد. با عقیده سخنگوی سابق پرزیدنت ازبکستان، مناقشه بین تاجیکستان و قرقیزستان با دخالت میرزیایف حل شد. مادرش برای او جامعه دامادی میدوخت. نام 15 تاجیک قربانی مناقشه در مرز با قرقیزستان معلوم شد. استقلال بار اول در تاریخ با یک اشفینال جام چمپیونای آسیا راه یافت. هلاکت مرد سالخورده شخصیتش نامعلوم در راه خوجندکان بادام و اکنون تفصیلات خبرها. روز یکم مای در ولایت بادکند قرقیزستان مذاکرات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور دایر شد. هیئت‌ها را رئیسان کمیته‌های دولتی امنیت ملی دو کشور سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف رهبری می‌کردند. در انجام مذاکرات قمچیبک توشیف و سیمومین یتیموف به نزد خبرنگاران حاضر شدند و گفتند که طرفها یک پروتکل عبارت از 4 بند را امضا کردند. آنها از افشای جزئیات تفاوقات به دست آمده خودداری کردند. توشیف فقط گفت که آنها از جمله در مورد آتش بس و از مناطق مرزی به محله استقرار دائمیشان عقب کشیدن تمام نیروها که حالا در مرز وجود دارند توافق کردند. خدا کند که در کشورهای ما آرامی کامل حکم فرما شود. ما خیلی امیدواریم که تمام قرارهای در پروتکل درج شده اجرا خواهند شد، گفت توشیف. رهبر هیئت تاجیکستان سیدمومین یتیموف مذاکرات دایر شده را مذاکرات مشکل ولی پرمحصول نامید. ما برای آن جمع شدیم که تمام مشکلات موجوده را حل و فصل کنیم. بین ما گفتگوی مشکل صورت گرفت. فاجعه‌ای که در مناطق مرزی روی داد نباید دیگر تکرار شود، چون که در این منطقه ها خلقهای ما زندگی دارند. آنها بین خود دوستانه به سر میبرند، دعوای به یکدیگر ندارند. ما سیاستمداران باید مسئله ها را حل کرده به مردم امکان زندگی در صلح و صلاح را فراهم بیاریم. من باور دارم که به زودی ثبات کامل تامین خواهد شد. توافق درباره روز یکم مای در بادکند برگزار کردن مذاکرات هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان یک روز پیش در جریان صحبت‌های تلفنی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف به دست آمده بود. این مذاکرات در پی مناقشه‌های خونین روزهای 28 و 29 اپریل در مرز این دو کشور است که با حدود 50 کشته و بیش از 200 زخمیش خونین‌ترین مناقشه در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای مرکزی در چند ده ساله آخر شده است. نیمه دوم روز 3 اپریل وضع در تاجیکستان و قرقیزستان نسبتاً آرام شده بود، ولی روز یکم مای درباره تیرپرانی‌های نو از این مرز خبرها به دست رسیدند. روز یکم مای گفتگوی تلفنی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان دایر شد. این دومین صحبت تلفنی امامعلی رحمان و صادر جباروف در 2 روز اخیر است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در رفت صحبت سران دولت‌ها جریان عملی گردانیدن موافقه‌های بین جانب‌ها جهت به اعتدال آوردن وضع در منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان به دست آمده را مورد بررسی قرار دادند. در این زمینه با مسئله های رعایت آتش بس کامل و برگردانیدن نیروهای نظامی به مکانهای دائمی آنها توجه خاص ظاهر کرده شد. پرزیدنت ها همچنین اطراف فعالیت مشترک گروه های کاری جانب ها در این جاده و آغاز جلسه کمیسیه های بین حکومتی جانب ها عاید به تعیین و علامتگذاری ابراز اندیشه نمودند. گفته می شود در اطلاعیه رسمی قصر ملت. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان خبر داد که دو رهبر با اظهار باوری به حال هرچه زودتر وضع پیش آمده در مرز پایبندی خود و تفاوقات قبلی و حسن احترام طرفین به یک پارچگی قلمرو و مرزهای کشورها را اظهار داشتند. در جریان گفتگوی تلفنی رهبران قرقیزستان و تاجیکستان بار دیگر تصدیق کردند که تمام تکنیکای حربی از هر دو طرف
از منطقه‌های مرزی برآورده شود. بغیر از این رهبران دو کشور جهت تشکیل کمیسیای مشترک جهت ریویزیای تمام تکنیکای حربی در طول مرز قرقیزستان با تاجیکستان توافق کردند. پرزیدنت ها اهمیت را ندادند به اغواهایی را که به ثبات وضع در مناطق مرزی تاثیر می‌رسانند به طور ویژه تاکید کردند. خبر داد از خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان. نخستین صحبت تلفنی امامعلی رحمان با صادر جباروف در پی مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 30 اپریل دایر شد. در جریان آن گفتگو آنها به توافق رسیدند که روز 1 مای در ولایت بادکند هیئت رسمی دو کشور به بررسی مسئله تعیین و علامتگذاری مرزها شروع کنند. امامعلی رحمان صادر جباروف را به ملاقات روبرو به دوشنبه نیز دعوت کرد. قصر ملت گفت زمان انجام این سفر به صورت علاوه بررسی می شود، ولی خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان الکی خبر داده است که این سفر در نیمه دوم ماه مای انجام خواهد یافت. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 1 مای با امضای یک فرمان روزهای 1 و 2 مای را در کشور به یاد شهروندان کشته شده در مناقشه‌های اخیر در مرز با تاجیکستان روزهای ماتم اعلام کرد. در نتیجه زده‌خوردهای مسلحانه روزهای 28، 29 و 30 اپریل در مرز ولایت سوغد تاجیکستان با ولایت بادکند قرقیزستان از جانب قرقیزستان 31 نفر به هلاکت رسیده، 123 نفر دیگر جراحت برداشتند. جانب تاجیکستان شماره قربانیش را اعلان نکرده است، ولی در مطبوعات الکی اسم 15 کشته شده نشر شد. منابع گوناگون درباره جراحت برداشتن 10 نفر دیگر در اسفره و ناحیه‌های باباجان غفورов خبر می‌دهند. مقامات تاجیکستان تاکنون در رابطه با هلاکت شهروندان این کشور در مرز با قرقیزستان روز یا روزهای ماتم اعلان نکردند. اما در فرمان خود پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف با اظهار اندوه عمیق از مرگ هموطنانش و بیان همدردی به نزدیکان آنها چنین امر داده است: روزهای 1 و 2 مای در جمهوری قرقیزستان روزهای ماتم اعلان کرده شود. در روزهای ماتم ملی در تمام قلمرو کشور همچنین در بناهای مؤسسه‌های دیپلماتی و کنسولی در خارج پرچم دولتی قرقیزستان پایین آورده شود. به مؤسسه‌ها و شرکت‌های رادیو و تلویزیون پیشنهاد شود که در روزهای ماتم ملی برنامه‌ها و چاره‌بینی‌های تفریحی‌شان را بیکار کنند. حکومت قرقیزستان امروز با مقامات محلی جهت رسانیدن کمک به عائله‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان چاره‌های لازمی بیندیشند. کامل علمجانوف سخنگوی سابق پرزیدنت ازبکستان روز 1 مای در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در نتیجه دخالت شخصی شفقت میرزایف حل شده است. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزایف روز 30 اپریل با رهبران تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف گفتگوهای تلفنی علاوه انجام داده بود. به دنبال صحبت تلفنی مستقیم بین جباروف و رحمان صورت گرفت و آنها جهت روز 1 مای در ولایت بادکند برپا کردن ملاقات هیئت‌های دو کشور در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز و برگزاری ملاقات روبروی دو پرزیدنت در دوشنبه در نیمه دوم ماه مای توافق کردند. بجز از میرزایف، اتحاد اروپا و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در آسیای مرکزی ناتالی گرمن نیز کمک خود را برای حل مناقشه بین تاجیکستان و قرقیزستان پیشنهاد کرده بودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز به گفته سخنگویش برای میانروی در حل این مناقشه اظهار آمادگی کرده بود. در دوشنبه و بشکک ادعای کامل علمجانوف را درباره نقش اساسی میرزایف در حل مناقشه اخیر را هنوز شرح ندادند، ولی سخنگوی سابق میرزایف که حالا امروی دختر پرزیدنت سیده میرزایف رهبری بنیاد پشتیبانی مطبوعات ملی را به دوش دارد در فیسبوک می نویسد: چند روز آخر مطبوعات را خبر زده‌خورده در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به لرزه آورد. شخصا خود من خیلی خواطر بودم که این مناقشه به جنگ کلان می پیشد. تیراندازی تانک‌ها و هواپیماها را دیده بسیاری ها فکر می کردند که وضعیت به آسانی حل نمی شود. چقدر آدم وفات کرد، آدمان زیاد جراحت برداشتند، لیکن با سعی و کوشش
و دخالت شخصی پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف این مشکلی امروز حل شد. در پی صحبت‌های علیحده او با پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان روی مراسای یافت شد. به عقیده علمجانوف به حال برهان اخیر در بین دوشنبه و بشکک روبر ازبکستان به جامعه جهانی خود را همچون یک شخصیت معتبر در آسیای مرکزی نفوذ و تأثیر دارد همچنین روبره که آسوده حال وضعیت میبراید نمایش داد. در نتیجه مناقشه های اخیر در مرز ولایت سوغد تاجیکستان با ولایت بادکند قرقیزستان از جانب قرقیزستان 31 نفر کشته و 123 نفر زخمی شدند. جانب تاجیکستان آمار تلفات جانیش را نشر نکرده است ولی در مطبوعات الکی نام 15 کشته شدن نشر شد. منابع گوناگون همچنین درباره جراحت برداشتن 90 نفر در اسوره و ناحیه باباجان غفوروف خبر میدهند. سفاروف محمدالله رجب علیویچ سال تولدش 1995 زاده ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان روز 30 اپریل بر اثر جراحت‌های در مرز با قرقیزستان برداشتش هلاک شد. محمدالله سفاروف دستپرور کالج حربی تاجیکستان بوده و در مرز ادای خدمت میکرد. درباره هلاکت او یکی از نزدیکانش عزت‌الله قربانوف در فیسبوک خبر داد. محمدالله زاده کلوب زمین بوده یکی از خویشاوندان بنده میباشد. قرار بود که در ماه آینده ازدواج کند اما خواست خدا چیز دیگر بوده است، نوشته است عزت‌الله قربانوف. محمدالله سفاروف اینک 15مین اسمشون برای مطبوعات معلوم شده است. جانب تاجیکستان شماره رسمی قربانیانش را تا حال نشر نکرده است ولی وزارت تندرستی قرقیزستان گفت در مرز با تاجیکستان 31 نفر کشته شده 123 نفر دیگر جراحت برداشتند. با حدود 50 کشته و بیش از 200 زخمی مناقشه پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز ولایت‌های سوغد و بادکند پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های رخ داده در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و در عموم در تاریخ تمام مناقشه های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود. چمپیون تاجیکستان استقلال دوشنبه بار اول در تاریخ خود و در تاریخ فوتبال تاجیک به مرحله یکشت فینال جام قهرمان‌های آسیا AFC 2021 روی یافت. در دور ششم و نهایی در گروه A در منطقه غرب استقلال از باشگاه الملک ازبکستان با حساب 1-2 شکست خورد ولی با این وجود در این گروه جای یکم را به دست آورده به مرحله بعدی مسابقه راه خط گرفت. رقیب اساسی استقلال دسته الهلال از عربستان سعودی نیز در دوره نهایی با حساب 0-2 از دسته الشباب الاهلی از امارات متحده عرب شکست خورد. بعد 6 بازی هم استقلال و هم الهلال هر دو 10 امتیاز داشته ولی قهرمانان فوتبال تاجیکستان از حساب نتیجه های بهتر در رقابت مستقیم با این دسته سعودی 1-3 و 4-1 جای اول را گرفت. در مرحله یکشت فینالی جام قهرمانی های آسیا استقلال با دسته مشهور ایرانی پرسپولیس که سال گذشته به مرحله فینالی این مسابقه راه یافته بود وارد رقابت می شود. بازی بین آنها قرار است 13 یا 14 سپتامبر در دوشنبه دایر شود. در مرحله یکشت فینال در منطقه غرب روزهای 13 و 14 سپتامبر همچنین دسته شارجه از امارات با دسته دیگر از همین کشور الوحده وارد رقابت می شود. استقلال از ایران در مقابل الهلال از عربستان سعودی به میدان می براید و دسته دیگر از سعودی النصر با دسته دیگر از ایران با نام تراکتور میدانداری خواهند کرد. دسته های داوطلب در لیگ چمپیون های آسیا در 10 گروه در منطقه شرق و غرب در هر کدامش 5 گروه تقسیم شدند. به دور 8 نهایی غالبان این 10 گروه و 6 دسته صاحب جای دوم که نتیجه از دیگران بهتر به دست آوردند روی یافتند. استقلال دوشنبه در پایان سال 2007 تأسیس یافته الکی سال 2010 توانست یک باره 3 جایزه اساسی فوتبال تاجیکستان هم عنوان قهرمانی هم جام و شاهجام فوتبال این کشور را به دست بیارد. در تاریخ کوتاهش استقلال الکی 9 مرتبه چمپیون تاجیکستان شده 8 مرتبه جام فوتبال این کشور و 10 مرتبه شاهجام را به دست آورده است. و در انجام برنامه خلاصه چند خبر کریمینالی روز. یک پیاده‌گرد ظاهراً 55-60 ساله شخصیتش هنوز نامعلوم
شب 29 اپریل تخمینا ساعت 22 در راه خوجند کانیبادام در حدود شهرک غفوروف زیر چرخ ماشین مرسدس مانده بر اثر جراحت‌های وزنین برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت راننده مرسدس احمدوف عبدالمجید حسینبایویچ سال تولدش 1993 ساکن جماعت افشقلعه نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 کس معیوب می شوند. یک مرد 28 ساله و دو جوان 23 ساله ساکن شهر وحدت به آن گمان بر می شوند که شب 28 و 29 اپریل پنهانی وارد حوله ساکن 60 ساله جماعت زیناب‌آباد شده یک سر چهارراه کلان شاخدار را دزدیدند. نرخ گاو 6000 سومانی برآورده شده است. یک جوان 23 ساله ساکن جماعت راحتی نویه رودکی به آن اخبار می شود که شب 22 اپریل تخمینا ساعت 22:30 در حدود جماعت گلستان از دست زن 29 ساله ساکن جماعت چارگلتپه با راه زورآوری تلفن موبیلی تمغه نوکیا را کشیده گرفته است. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.